با درود به بینندگان عزیز تلویزیون برابری، آرش کمانگر هستم. امیدوارم هر جا هستید شاد و تندرست و در امان باشید و البته در مبارزه، چه در داخل و چه در خارج، در همبستگی با خیزش انقلابی عظیم زنان و مردم آزادیخواه و برابری طلب ایران که از 4 هفته هم گذشته و بیوقفه ادامه داره علیرغم همه سرکوب‌های فاشیستی و جنایتکارانه جمهوری اسلامی. ما سلسله میزگردهایی رو تحت عنوان ارزیابی از این خیزش انقلابی، راهکارهای گسترش جنبش و وظایف ما برای شما تهیه دیدیم. این 9مین میزگرد هست که تقدیم شما میشه. 3 مهمان عزیز داریم: ابراهیم علیزاده، دبیر کمیته مرکزی کمله تشکیلات کردستان حزب کمونیست ایران، آنایتا رحمانی، فعال سیاسی کمونیست و کنشگر حقوق زنان و جنبش دادخواهی، و ابراهیم آوخ از فعالین سازمان رای کارگر، زندانی سیاسی رژیم ستمشایی. خب من سخن رو کوتاه میکنم، از رفیق ابراهیم علیزاده شروع میکنم. رفیق ابراهیم، قبل از اینکه اصلا ما به وظایف خودمون و این جدال آلترناتیوا و راههای گسترش جنبش بپردازیم، ابتدا به ساکن میخواستم ارزیابی شما، تحلیل شما از این خیزش انقلابی رو داشته باشیم. این رو شما چی میدونید؟ یک انقلاب میدونید؟ موقعیت انقلابی رو چه مطالباتی متمرکز هست؟ میشنم. قبل از هر چیز میخوام اینو تأکید کنم که به نظر من این جنبش تا همین الان، حالا مستقل از اینکه بعدش چی خواهد شد، دستاوردهایی رو به دست آورده که این غیر قابل حذفه. یعنی توازن قوایی رو ایجاد کرده، شرایطی رو به وجود آورده که این جامعه ایران رو خواه نخواه تکان خواهد داد، تغییر خواهد داد. حالا این تغییر چه خواهد بود، چگونه خواهد بود؟ قطعا تناسب خواهد داشت با سطح این جنبش، با شعاراش، با مطالباتش که میدونیم همش پیشرو مترقیه. اینه که بنابراین مردم تا همینجا آب در هوا نکوبیدن، دستاورده به دست آوردن. این یک. دوم این که به نظر من این جنبش ابتدا به ساکنی نبود، یعنی یه جرقه‌ای نبود در آسمان بی ابر، بلکه یه زمینه اجتماعی، سیاسی و تاریخی داشت. ببینید از همون روز اولی که جمهوری اسلامی بر سر کار اومده تا به امروز ما میبینیم این جامعه با این رژیمی که تناسبی با سطح پیشرفت اقتصادیش، سطح پیشرفت فرهنگی، سطح دانشش، پیشینه تاریخیش تناسب با این نداشته و با این رژیم سر سازگاری نداشته. ببینید اگه مثلا فرض کنید حالا جنگ ایران عراق 8 سال، خب اینو پوشوند و بعد از 8 سال در بحبوبه جنگ و ویرانی هم خب انقلابی برپا نمیشد، شرایط برش مساعد نبود. کارگرا را از کارخونه رو دراشو بسته بودن، همه رو فرستادن جبهه جنگ. بعد از 8 سال گفتن آقا مملکت ویران شده، باید دوباره آبادش کنیم فلان، به ما مهلت بدید. خب طبیعی بودی، باز ویرانی‌های بس 8 سال مهلت دادن. بعد از اون باز مردم تغییر می‌خواستن، تسلیم این شرایط نمی‌شدن، ولی بهشون گفتن آقا جان راههای کم دردسرتر، مدنی‌تری در پیش بگیریم. جنبش اصلاحات یا مسئله اصلاحات مطرح شد. 8 سالی هم با این مردم رو سرگرم کردن و بعد با انتخابات ها و اینا شما می‌بینید که تمام این به اصطلاح رویدادهایی که تا 96 پشت سر هم میان، این نشون میده که این جامعه در غلیان بوده. حالا نمیخوام همه اون رویدادهایی که اتفاق افتادن دوباره یادآوری کنم، ولی در غلیان بوده و تسلیم موضوع نشد، ولی سعی کرده که از کم ضررترین راه و شاید از راههای مدنی با تلفات کمتر و بلکه بتونه نتیجه حاصل کنه. آخرین بعد از 96 میدونیم فضا کاملا عوض شد. باز بعد از 96 حالا مردم از انتخابات و از رأی منکو از اینا، از اصلاح طلبی اینا بریده بودن، ولی باز فکر کردن شاید بشه با مبارزات کارگری، با مبارزات معلمان، با مبارزات بازنشستگان، با جنبش مطالباتی یه مقدار از خواستاشون رو به دست بیارن، یه چیزی از این خرس یه موی کنده بشه. خب کنده نشد. میدونی هیچ کدوم از این مبارزات در نتیجه‌ای که نوری تو سفره مردم بیاره منجر نشد. به راهی باقی نمونده بود. این خود جمهوری اسلامی این مثلا جنبش ها رو به سمت سیاسی شدن سوق داد، نشون داد که چاره ای نیست جزی. بنابراین
قابل پیش بینی بود. البته همه میگفتن که این وضعیت بد معیشتی و شرایط دشوار اقتصادی ایران مثل بشکه بارود کرده، همه انتظار داشتن از اینجا به اصطلاح جرقه زده بشه، ولی خب شرایط اجتماعی جوری بود حالا کسی پیش بینی نمی‌کرد، از یه جای دیگه زده شد و شعار زن زندگی آزادی این جرقه زده شد، از کردستان هم زده شد. این وضعیت شرایطی رو به وجود آورده که اون بسیار تضادهای بنیادی که تو این جامعه وجود داره اینا رو نمیتونه به فراموشی سپرده باشه. بنابراین من ارزیابیم اینه جنبش تا حالا پیشرفت کرده، تکامل پیدا کرده، از لحاظ تداوم یک قدم جلو رفته. تا حالا هیچ کدوم از این جنبش ها به این درجه از تداوم نبودن. از لحاظ اجتماعی تکامل پیدا کرده، رفته به طرف جنبش کارگری، مبارزات کارگری، رفته به طرف محلات فقیر نشین، از مرکز شهر رفته به نازی آباد، از میدان اقبال سنجر رفته به نایسر، همینطور جاهای دیگه، و زحمتکشان و کارگران و اخیراً میبینیم کارگران صنعت نفت و همه اینا شما اشاره کردید اومدن ببینن. پس از این لحاظ هم تکامل پیدا کرده. به نظر من از یه نظر دیگه هم تکامل پیدا کرده، لحاظ تنوع در تاکتیکای سیاسی متنوع‌تری، هر روز چیز تازه‌ای، هر روز ابتکار جدیدی برای جلوگیری از تلفات، برای کشف به اصطلاح وارد کردن بخشای بزرگی از جامعه. مثلا فکرشو بکنید و موقعی که خاکسپاری ژینا بود، اون موقع ما اعلام اعتصاب عمومی کردیم در کردستان. اون موقع هنوز تئوری بود، نظریه بود که بلکه این تاکتیک در بقیه نقاط ایران، در بقیه عرصه‌های دیگه این جنبش هم پیرو بشه، پیگیری بشه. اون موقع میگفتیم توصیه از فلان، امیدی بود برای آینده. کمتر از یک ماه میبینیم این امید تبدیل شده به واقعیت. الان تو اصفهان قبل از کردستان مردم اعتصاب میکنن، کارگرای عسلویه و آبادان اینا به اعتصاب پیوستن. این میخوام بگم از لحاظ تداوم، از لحاظ تنوع و از لحاظ به اصطلاح عمق عمیق‌تر شدن جامعه و تکامل اجتماعیش این جنبش پیش رفته و من امیدوارم و فکر میکنم که در روزهای آینده ما شاهد پیشرفت‌های بیشتری خواهیم بود. اما یک بار من بارها اینو تاکید کردم، الان میکنم، به نظر من به وجود آوردن به اصطلاح تصور پیروزی آسان واقع بینانه نیست. واقع بینانه نیست نه به خاطر اینکه مثلا گویا دشمن خیلی قویه و همه نیروشو به میدان نیاورده. حالا آورده یا نه آورده، البته ما میدونیم اون میتونه بیشتر از اینا بکشه، ولی کشتن چاره کارش نیست، چون مردم ترسشون ریخته ممکنه به ضررش تموم بشه. ولی از لحاظ اینکه این برای این رژیم باید جایگزینی تعیین بشه و این جایگزین پیدا نمیشه مگر نبردکنان، مگر در متن همین جنبش و مبارزه این جایگزین با پرچم هوا کردن و از خارج کشور نمیدونم کمپین‌های تبلیغاتی برای انداختن معین بدیل درست نمیشه. این گونه بدیل‌ها فقط در صورتی ممکنه درست بشن که یک دولت خارجی بیاد مثلا فرض کنه هزینه کنه، لشکرکشی کنه، یک کسی رو برداره، کسی دیگه بیاد جاش بذاره، که ما هیچ نشانه از این نمیبینیم خوشبختانه. بنابراین میشه امیدوار بود که این جنبش داره پیش میره، ولی این نبایستی در هر حرکت روزانه دید. امروز ممکنه یه جایی باشه، این هفته باشه، هفته آینده باشه. طبیعت اینجور جنبش‌های انقلابی همینه، یعنی در یاد گرفتن کجا پیشروی کنن و کجا دفاع کنن. این حکمتش. حالا صحبت اینه رفیق ابراهیم علیزاده، میگن که خب مردم ایران دیگه هر کاری بود کردن، دیگه چیکار کنن؟ اعتصاب، تظاهرات، دانشگاه، معلم، دانش آموز، فلان و اینا. الان برای انکشاف این خیزش انقلابی، این قیام، اصلا از دید من خود انقلاب نوین باید چه کارهای دیگری صورت بگیره و به ویژه چه وظایفی بر دوش نیروهای چپ هست از منظر شعارهای ایجابی، نه فقط سر. ما میدونیم که تو این یک ماهه تا به اصطلاح بود شعار مرگ بر دیکتاتور و مرگ بر جمهوری اسلامی و جمهوری اسلامی نمیخوایم و توپ تاک فشوشه و آخوند باید گم بشه و با اون شعار کلیدی و در این حال هم آزادی خواهانه، هم برابری طلبانه، هم فمینیستی، زن زندگی آزادی شاهدش بود. منتها هنوز علیرغمی که در برخی جاها شعار مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر یا نان کار آزادی، اینا رو میشنویم که عناصری از گفتمان چپه
خوشبختانه مثلا اون شعارهای اخص سلطنت طلبها را شاهد نبودیم، ولی در این عالم هنوز مشخص نیست که برکه مشخص نیست. یعنی نمیشه ادعا کرد که مثلا یک بدیل خاصی، یک گفتمان خاصی رهبری این جنبش رو در دست داره، این خیزش رو در دست داره، میخواد چپ باشه میخواد راست باشه. جهتگیری عمومی هنوز شعارهای دموکراتیک هست، هنوز فمینیستی هست، آزادیخوانه هست، ولی هنوز اون گفتمان چپ که باید یک گام این خیزش رو ببره بالا، علاوه بر مطالبات دموکراتیک، مطالبات به اصطلاح عبور از سرمایه‌داری و مبارزه با نابرابری طبقاتی و گذار به سوسیالیسم رو در به اصطلاح سپهر این جنبش بگنجانه، هنوز اونم شاهدش نیستیم. باید کلا از دید شما و حزب شما برای گسترش این خیزش انقلابی، این انقلاب نوین باید چی کار کرد؟ وظایف چپ چیه؟ و در این عالم اگر کوتاه نظرتون رو در مورد شعار قیام مسلحانه در شرایط کنونی بدید. میشه قدم بعدی قبل از هر چیز به نظر من رفتن به سمت سازمان و تشکله و سازمان و تشکل هم البته همونطور که عرض کردم در متن مبارزه ایجاد میشه. ما باید بریم به سمت اینکه این اعلامیه و اطلاعیه‌ای که الان بدون هویت حقیقی صادر میشن برن به سمت اینکه هویت‌های حقیقی پشتش باشن، با نام و نشان، با آدرس معین، نه آدرس پستی، به هر حال با اینکه قابل شناسایی باشن برای جامعه. خب اینم در خلا وجود نمیاد. اینم باید توازن قوا به درجه عوض بشه که ما بتونیم این هویت‌ها رو علنی کنیم. گفتم که مثلا سازمان‌های سیاسی احزاب هستن در خارج کشور، در محل حضور ندارن. چرا حضور ندارن؟ به دلیل دیکتاتوری 40 چند ساله اونا نذاشتن. حالا این دیکتاتوری 40 چند ساله در داخل ترک خورده، توازن قوا عوض شده. اون جوانی که دیروز نمیتونست تو خونش هم اطلاعیه چیزی بنویسه و بگه، الان میاد تو خیابون همون فریاد میزنه. بنابراین توازن قوا عوض شد. این توازن باید به اون درجه عوض بشه و تا اونجا عوض بشه که این فراخوان‌ها هویت واقعی پیدا کنن و آدم‌های معین، نهادهای معین با اسم و رسم‌های معین رو بیان. الان تا حدودی هست. مثلا ما می‌بینیم که وقتی شورای هماهنگی کارگران نفت جنوب دارن اطلاعیه میدن، اینا پیشینشون همون رهبری اعتصابات مطالباتی سال گذشته یا معلمان تعدادشون در زندانن یا تعدادشون میاد جنبش زنان هنوز تعدادی تو زندان داره، تعدادی بیرون داره. اینا بایستی در یک ارتباط مبارزاتی یواش یواش علنی بشن. این مسئله سازمانه. یعنی ما هر چی پیش بریم سازماندهی بود مثلا باید پخته تر بشه. مثلا میگیم که جنبش رو ببرید به طرف محلات. اونجا برای این نیست که فقط یه جنگ و گریز را بندازیم با این رژیم، بلکه بریم تو محله شورا درست کنیم، اون نهادهای مردمی تو محله درست کنیم، نه برای فقط مبارزه بلکه برای اداره امور همون محله. وقتی رژیم رو بیرون راندی کسی نیست، کسی هم باید جلوی چپاول و غارت رو بگیره، کسی باید جلوی دزدی و جنایت رو بگیره، کسی باید با آسیب‌های اجتماعی رسیدگی کنه. به این کارا مشغول بشن. به این به نظر من قدم بزرگی به جلو. حالا من نمیگم اینا فور علنی بشن خودشون تیغ دشمن بدن، ولی راههایی وجود داره که این هویت‌ها با قدم به قدم که توازن قوا عوض میشه اینا هم بتونن بیان تشکیلاتی و سازمانی بدن. این یکی. دوم این که به نظر تاکتیکا باید تکامل پیدا کنه. مثلا اعتصابات کارگری مهمه، اما شما میدونین کارگر بالاخره باید نونی داشته باشه بخوره دیگه. کارگر نمیتونه تا بی‌نهایت اعتصاب کنه، سر ماه حقوقش نگیره، سر هفته حقوقش نگیره، نمیتونه، یعنی غیر ممکنه. پس باید بره به طرف اینکه ما صندوق‌هایی را ایجاد کنیم، ظرفیت‌هایی به وجود بیاریم که کارگری اعتصابی حداقل داشته باشه که بخوره. و این یه درجه هم نیاز اون فوری کارگر رو برطرف میکنه برای اعتصاب کردن و هم نیاز جنبش ما که باید بره به طرف سازماندهی. ابتکاراتی از این قبیل ما رو میبره به سمت این که باز یک سر و گردن این جنبشمون رو بالا بکشیم تا بعد بتونیم بر اساس این دستاوردهایی که در این مرحله داشتیم بریم به طرف مرحله بعدی. ما در هیچ پروسه غیر از پروسه رشد و تکامل انقلاب شانسی برای اینکه نیروهای چپ و سوسیالیست
بتونم دستی در قدرت داشته باشن و یا به قدرت برسن، نمیتونیم شانسی برای اینا قائل بشیم. این فقط در این پروسه است. بنابراین باید از لحاظ شعارها باید این پروسه رو تعمیق کنیم. باید شعار زن زندگی آزادی رو ریز کنیم به معناهای واقعیش در همه زمینه ها تا مردم بفهمن ما چی میخوایم. و باید به نظر من بریم به سمت این که بابا جان جنبش ما جنبشش دهه 80 ها و دهه 70 ها اینا نیست. این اگر از روز اول جرقه‌ای بوده که اینطوری زده شده، منتها الان دیگه از این گذشته. الان نبایستی این دنبال این فرمول بندی شد که تضاد و تناقضی بین 80 ها و دهه‌های قبلی هست و پدران و مادران باید به هم ملحق بشن. اینکه جوانان رو تشویق میکنیم تقدیر میکنیم این خوبه ولی کافی نیست. باید بزرگسالا از لحاظ نیروی انسانی، از لحاظ تجربه و دانش، از لحاظ عقل و تکامل فکری به اینا ملحق بشن. اینا همش کار میخواد و زمان بره و ما بایستی خودمون رو برای یک مبارزه نسبتاً طولانی تر و برنامه ریزی شده تر آماده کنیم، چون این جنبش تا حالا این زمینه رو به ما داده. به نظر من اگه این پروسه پیش بره نگرانی زیادی از قبل اینکه آلترناتیوهای از بالای سر مردم تحمیل بشه وجود نداره. این آلترناتیوها در صورتی امکان پذیره که این مردم تا حدودی برن خونه هاشون و نیروهای خارج از ما وارد میدان بشن. ولی باید توجه کنیم هنوز رژیم هم چیزهای دیگری در چنته داره، نه فقط سرکوب. به نظر من رنگ عوض کردن هم هست. اینا اداغای فکر دارن، اونا اصلاح هسته‌های دیگه دارن غیر از اون هسته سخت قدرت. من فکر میکنم بایستی برای اون مرحله خودمون آماده کنیم که مردم غافلگیر نشن در مقابل رنگ عوض کردن ها اینا، چون هم ظرفیت سرکوبشون هنوز باقیه، متاسفانه هنوز میتونن سرکوب کنن، و هم ظرفیت فریبشون هنوز باقیه. هنوز کسای دیگه دارن که تو مثلا ترشی گذاشتن یه روزی رو میکنن. این اون به اصطلاح پروسه‌ای که ما باید به نظر من قدم به قدم طی بکنیم تا آلترناتیو رادیکال و پیشرو که شایسته این جنبش مبارزه باشه شکل بگیره. رفیق ابراهیم در 30 ثانیه در مورد اون شعار قیام مسلحانه در شرایط کنونی. به نظر من به هیچ عنوان الان موقعش هست و حتی به نظر من تاکتیک دشمنه. جمهوری اسلامی میخواد مثلا تو کردستان که دست بردن به اسلحه کار آسونیه و در سنتشون هست سوق بده به این سمت، سازمان‌های سیاسی رو تحریک کنه به این سمت. حتی در بلوچستان زاهدان هم میخوام این نقشه رو داشتن. اینه که باعث به طور کلی از این اجتناب کرد. یک اجازه ندیم یه شکافی بین شکل مبارزه و سطح مبارزه بین مردم کردستان، مردم مناطق مختلف با بقیه مردم ایران و مرکز اینا ایجاد بشه. الان دست بردن به اسلحه مثل وارد کردن سم به این جنبشه. به نظر من خیلی ممنون. به امید پیروزی خیزش انقلابی خیلی ممنون از شما که در این گفتگو شرکت کردید.